من حیوان درنده‌ای هستم. حیوان درنده‌ای هستم. من حیوان درنده‌ای هستم. من حیوان درنده‌ای هستم. به گیاهخواری عادت ندارم. به گیاهخواری عادت ندارم. تلاش دو رزمنده که یکدیگر را می‌درند. تلاش دو رزمنده که یکدیگر را می‌درند. ارضایم می‌کند. ارضایم می‌کند. از میان سبزه‌ها. از میان سبزه‌ها. بوی گوشت تازه به مشامم میرسد. بوی گوشت تازه به مشامم میرسد. درنده با! درنده با! بیاین منتظر بمونی. اینجا کجاست؟ اینجا تئاتر سنتره، یه مکان تئاتری خیلی خفن. بعد این چیه؟ مثل که منم. بریم تو قشنگ میشینم بهتون توضیح میدم. بالاخره بعد 2 هفته من الان میخوام ویدیو بذارم یوتیوب. چی شد که انقدر دیر اومدم؟ دیر دارم راجع به سنگوین حرف میزنم. مثلا خیلی هم مهم نیست کی مثلا یوتیوب منو نگاه میکنه که اصلا من توضیح بدم چرا من نبودم. اصلا کی نگران من شده این چند وقت که من نبودم؟ چرا دایرکت نمیاین؟ چرا مسیج نمیدین؟ چرا سابسکرایب نمیکنین؟ چرا نگاه نمیکنین؟ نشستم به در نگاه میکنم، دریچم حتی آه میکشم. آقا یادتون نره سابسکرایب کنین. از همین الان لایک رو بزنین برای این ویدیو، به خاطر اینکه قرار سختی های این کار سنگوین رو بهتون نشون بدم. اصلا چی شد؟ من کجام؟ شما کجایی؟ من چرا غیبت داشتم؟ متاسفانه خوشبختانه من مریض شدم، نتونستم اصلا ویدیو درست حسابی بگیرم خیلی از سر تمرینامون، و واقعا موقعیتش نداشتم. انقدر که درگیر بودیم باید کارو میساختیم کلا. چون اگه یادتون باشه، اگه ویدیوشو ندیدین، اولین ویدیویی که راجع به سنگوین گذاشتیم و با پرستور اومدیم راجعش صحبت کردیم، میذارم لینکشو این بالاها، برین حتما ببینیم. آقا ما 3 ماه تمرین کردیم، ولی آفیشیالی به فارسی چی میشه؟ قانونی؟ حالا ولی اصلش اینجا کلا تئاتر اینطوریه که تو 1 ماه تقریبا وقت داری که براش تمرین بکنی. ولی من و پرستو قشنگ نشستیم، ایده ها رو جمع کردیم، راجبش حرف زدیم، خودمون رفتیم تمرین کردیم. و چون خودمونم خیلی کار موومنت دار و رقص و اینا دوست داشتیم، از هم اول ترجیح دادیم که یه چیزی باشه که حتما توش موومنت داشته باشه. شروع کردیم اتود زدیم. یعنی از 1 ماه قبل اینکه شروع بشه اون ماه اولیه، ما خیلی چیزا رو آماده کرده بودیم. از 1 اپریل ما دیگه تمرینای اصلیمون شروع شد که من حالا همه اسکیجوالایی که از 1 اپریل قشنگ باید چه ساعتی می اومدیم، همه چیز مشخص بود که آقا ما از 1 اپریل قراره بیایم. از 1 ماه قبلش همه اسکیجوال مثلا همه برنامه‌ریزی رو بهمون داده بودن، چه ساعتی بیایم، مثلا ساعت 10 صبح اگه قراره بیایم، از 10 صبح تا 11 صبح قراره چیکار بکنیم، بعد چیکار بکنیم. همه چیز روی برنامه پیش رفت و خیلی خوبه این قضیه. یه چیزی که واقعا احساس میکنم که ایرانیایی که میان اینجا اجرا میخوان برن، خب نمیدونن طبیعتا، خیلی هم چیز طبیعیه که ندونن، اینه که اون برنامه ریزیه رو ندارن خیلی. در صورت من الان این برنامه ریزیه رو کامل وایس اوور میگیرم و روی کاغذ و اینا همه رو نشون میدم که حالا اگر کسی خواست ببینه که چه جوری و چه مدلیه بدونه که چیه. Look who's here! Me! Is it the star of the show? No, it's real me. صحنمونو ببینید چقدر Morning, Aiden. صبح بخیر. صبح بخیر. نایس. این ایدنه. حالا میریم باش قشنگ صحبت میکنیم جلوتر. Look who's here! پرستو. سلام. Aiden knows now صبح بخیر. خب بریم پشت صحنه رو نشونتون بدم. پشت چه صحنه؟ ما برای خودمون دیگه الان اتاق داریم.
میایم اینجا. چرا اینجوری چراغا روشن میکنین قیافت خوشگل‌تر هم میشه. خب آقا سنگوین چی شد اصلا؟ چی شد؟ چه کمپانی، کدوم کمپانی اومد به ما پیشنهاد این کارو داد؟ دیگه دوباره توضیح نمیدم. ولی ما الان اینجاییم. امروز چندمه؟ 25 اپریله، یعنی 25 روز تقریبا ما هر روز اومدیم سر تمرین از ساعت 10 صبح، گاهی اوقات 9 صبح، 11 صبح تا مثلا 6-7 بعد از ظهر هر روز داشتیم تمرین میکردیم. الان من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. 3 روز دیگه اوپنینگ نایتمونه. اوپنینگ نایت هم یعنی اولین روز اجرا که دیگه رسما تماشاگرها میان. تماشاگرای مخصوص داریم البته، مثلا آرتیستیک دیرکتورای کمپانی‌های مختلف یا مهمونای ویژه خودمون. مثلا من مامانم داره میاد بعد از تقریبا فکر کنم 10 سال که منو هیچ وقت روی استیج ندیده، داره روی استیج منو میبینه. بغضی شدم. اگه توی تورنتو زندگی میکنین حتما بیاین ببینین کارمونو. لینکشو میذارم توی کپشن. بلیتش هم اگر براتون گرونه، اگر نتونستین بخرین حتما به من دایرکت بدین، مسیج بدین، براتون بلیت میذارم کنار. و الانم البته ما کلی آپشن داریم. مثلا میتونین برین تو خود اینستاگرام من یا اینستاگرام کهوتس، میذارمش یه جاهایی اینجاها، 4 تا بلیت مجانی بهتون میدن اگر توی اون گیو اویشون شرکت بکنین. تو این چند روز گذشته که حالا اگه اسکیجول رو ندیدین، من تو اسکیجول توضیح دادم که یه هفته ما تک ویک داشتیم، همه نورا رو درست کردیم، چندین بار ران رفتیم و الان کاملا آماده ایم. دیالوگا حفظ، جاهامون رو میدونیم کجاست. همونجوری که بهتون صحنه رو نشون دادم، خیلی صحنه خوشگلی داریم که حتما با کسی که این صحنه رو درست کرده و ایده پردازیش کرده میریم صحبت میکنیم. دونه دونه میبرمتون، نشونتون میدم، با آدمای مختلف صحبت میکنین و اینا. ولی در کل اینجوری پیش رفت که به من و پرستو این کار پیشنهاد شد و میگم از اونجایی که ما خیلی دوست داشتیم که این کار حتما موومنت بیس باشه و دنس و رقص و اینا توش داشته باشه، موومنت و اینا رو اد کردیم توش. نمایشنامه رو من نوشتم، پرستو کوریوگرافی کرد، همه رقصا رو اینا رو در آوردیم و تنیشا که آرتیستیک دیرکتور این کمپانی بود کارگردانی کرد. اولش ما خیلی اینطوری بودیم که نه ما می‌خوایم همه کارا رو خودمون بکنیم 0 تا 100 و واقعا هم تقریبا انجام دادیم. همه 0 تا 100ش با خودمون بود، ولی واقعا کار سختی بود. یعنی اصلا واقعا کار سختیه که بخوای تو توی 1-2 ماه یه کاری رو از اول تا آخر ببندی، ولی ما انجامش دادیم. بیاین اجرا رو حتما ببینین اگر تورنتو هستین، اگرم که نه امیدوارم که یه روزی بشه که بتونیم بیایم توی کشورتون، حالا اگه تو ایرانی یا حالا هر جای دیگه، و این اجرا رو ببریم به امید خدا. امروز کیو تو کیو بود و ما با قدرت این مجسممونه جزء کاره. کیو تو کیو بود، تموم شد. الان یه ران میریم. اگر نمیدونین ران چیه، توی یه دونه ویدیو اون بالا گذاشتم، میذارم لینکش رو برید ببینین. قبلا ران رو توضیح دادم، حالا بازم توضیح میدم بهتون. و اینکه آقا ما داریم ویدیو یوتیوب میگیریم. برای من خیلی اپورتونیتی و فرصت بزرگی بود، خیلی بابتش خوشحالم. یه چیزی رو میخوام بگم، اینجایی که الان نشستم 3.5 سال پیش، 4 سال پیش که توی تقریبا اواخر کوویدم بود، من کووید آفیسر بودم. کووید آفیسر یعنی چی؟ یعنی می اومدم اینجا از بازیگرا تست کووید میگرفتم. موقع دوره‌ای هم بود که من دانشگاه میرفتم، هنوز داشتم بازیگری میخوندم و یه تابستونی بود که من با این کمپانی داشتم کار میکردم و ازمون خواستن که بیایم کووید آفیسر بشیم. 3 تا بازیگر پسر بودن که یه اجرایی داشتن همینجا توی همین سالن تئاتر سنتر و من کووید آفیسر بودم. می اومدم تست کووید میگرفتم از بازیگرا
و اگر دیده باشین من یه فیلم گرفتم که دارم ورود میکنم به داخل خود سالن تئاتر سنتر و عکس سنگوین و اسم من اونجا هست. من اون موقع رد میشدم اونجا و اسم این 3 بازیگره رو میدیدم. نه اینکه بگم اون موقع اینجوریم که آرزوشو داشتم که اینجا باشم و نه، ولی بهش فکرم نمیکردم که بخواد سریع در حد مثلا 2-3 سال بعدش مثلا این اتفاق بیفته و من همینجا بشینم تو همین سالن اجرا داشته باشم. چند پیش اتفاقا توی اون اتاقه بودم که مثلا بچه‌ها میرن غذاشون رو میخورن و اینا، داشتم میگفتم که 3 سال پیش من اینجا میشستم و تست کووید میگرفتم از بازیگرا. الان من اون بازیگرم که قراره برم روی صحنه. الان این اتاق مال منه. میشه، چرا نشه؟ همه چیز میشه و خیلی بیشترم شد، به خاطر اینکه من فکر نمی‌کردم که این کار از آن منه، از آن من و پرستو، یعنی از اول تا آخرش مال ماه کاملا، ما خودمون. من نوشتمش، پرستو رقصا رو در آورد، مال خودمونه قشنگ. اینجوری نیستش که یه متن داشته باشیم مثلا حالا کارگردانم بیاد و ما فقط رو متن رو حفظ کنیم. نه، تک تک جملات خودم نوشتم، تک تک ایده ها مال ما بوده و خب این خیلی 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 جذابه. یهو اومدیم ببینیم برامون کارگردان چی آورده، اسممونم نوشته. ای خدا. الان میخوای بخونی؟ این چیزی که قبل اجرا قراره گفته بشه، گوش بدیم. And finally, thank you for being here. Sanguine runs 60 minutes, no intermission, so please turn off all your cell phones, and remember there is no photography or video recording of any kind to be done in the theater during the performance. Stay with us after the performance to enjoy a delicious reception with the cast and crew of Sanguine. Enjoy the show! Yay! احتمالا تو این ویدیو نه، شاید تو ویدیوهای بعدی برم با بچه ها مثلا حرف بزنیم، بچه های گروه رو معرفی کنم بهتون. اگر نه این ویدیو رو دیدین، کامنت یادتون نره، لایک یادتون نره، بیاین اجرای سنگوین رو ببینین. سنگوین رو بیاین ببینین، اجرای خفنیه، چون من نوشتمش، چون من و پرستو توش بازی میکنیم. امیدوارم که ببینمتون. پس فعلا من این حالی که الان دارم با هیچ چیزی عوض نمی کنم. یعنی هوا بارونیه و دارم توی خیابون راه میرم، موزیک گوش میدم. مهمترین چیزی که از بعد تمرین تئاتر اومدم بیرون، اونم چه تئاتری که خودم با صمیمیترین دوستم دارم خلقش میکنم و یه همچین چیزی رو من وقتی که تو ایران بودم آرزوشو میکردم. احساساتی میشم، باید بشم، چون من برای این لحظه، برای این راه رفتن توی خیابون، برای آزادیم و نداشتن یک آدمی تو زندگیم که سنگ بندازه جلو پام برای تئاترم، برای این لحظه آرزو میکردم این لحظه رو، برای این لحظه جنگیدم و الان بهش رسیدم. پس احساساتی میشم سرش.